سلام و روز بخیر. با آموزش رید بندی سرور DL360 G9 در خدمت شما هستیم. قراره که در این ویدیو ما از طریق آیلو با سرور رید صرف در 5 و 6 رو انتخاب کنیم. ما رید 5 رو انتخاب میکنیم. اطلاعات دقیق راجع به انواع رید رو میتونید در ویدیو انواع رید بندی مشاهده کنید. اگر باز هم در این مورد سوالی داشتید تو کامنت برامون بنویسید که حتما براشون ویدیو درست کنیم. استریپ سایز و سکشن رو به صورت پیش‌فرض و موارد انتخاب شده باقی میذاریم و سایز رو ماکسیموم سایز در نظر میگیریم. بقیه موارد هم به همین صورت پیش‌فرض میذاریم باقی بمونه. کریت لاجیکال درایو رو میزنیم. میبینیم که اری ساخته شده و وضعیتش اوکیه. مقدار فضای قابل استفاده رو نشون داده. حالا یک لاجیکال درایو به ظرفیت حدود 900 گیگ داریم. فینیش رو میزنیم. الان یک اری با رید 5 ساخته شده که از 4 تا هارد تشکیل شده. با کلیک بر روی لاجیکال درایو دیتیلش به شما نشون داده میشه. برای حذف رید بندی هم روی دیلیت لاجیکال درایو کلیک میکنیم. از ما میپرسه که آیا مطمئنید؟ یس رو میزنیم و فینیش. مجددا میبینیم که در قسمت فیزیکال و آن اسایند هاردهای رید بندی نشده وجود داره. ممنونیم که تا انتها همراه ما بودید. حتما نقطه نظرات خودتون رو برامون بنویسید و اگه براتون مفید بود برای دوستان علاقه‌مند به آیتیتون بفرستید.